امروز با یه ویدیو دیگه اومدیم توی ویدیو ببینیم که چگونه تمام ایف رو بگیریم. یعنی مثلا اینجا اگه بنویسیم 11 بزنه فور، 12 بنویسیم بزنه تو. مثلا اگه یه دانش آموزی 12 گرفته قبول شده، ولی مثلا پایین 12 گرفته دیگه مردود شد. آموزش هم کار خاصی نداره. مثلا میم این ستا رو اول سلکت میکنیم، افیکس رو میزنیم، ایف رو میزنیم، بعد سه تا جای روبروش رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا هم مثلا میزنیم true، اینجا هم مثلا میزنیم false. این هم میزنیم، مثلا این هم میزنیم بزرگتر، مساوی 12. بعد اوکی میکنیم. بعد اینو اتوفیل میکنیم تا اینجا. بعد اینجا اگه مثلا بزنید 12 قبول میشه، اینجا بزنید 1 همون فالسه، 20 بزنید قبول.